فيها تعتبرون سكنتوي الرسيان ولا جبنا الرسيان بهترین یا جای نیستدن بریم شو سمحت ثم وراي مقبلة ما نبيو نوش نوش مو بريس وبري من یابان شو بشم اش ما يجيبوش ما بيش روام ما بيش روام يا ربنا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دانا момент мы находимся в ميقات المدينة. إن شاء الله направляемся в сторону Мекки. بإذن الله. إن شاء الله. Закрыто. Честь месяц Рамадан. Закрыли, чтобы люди случайно не выпили воду. Да? Иншаллах. Тут у нас 13-я дверь. Из нашей группы, если кто-то нас видит, пусть подойдет и вместе пойдем, иншаллах. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خلاص گپ الحمدلله سفر طرف مکه مکرمه از مدینه منوره. ببینید چقدر حاجی زیاد هستن ماشاءالله. باز مکه که رفتیم باز انشالله که برای شما نوار کرده نشان میدهیم. اینجا این خیر ماها نه گروه دیگه حاجی هم. این حاجی مان ای حاجیو 18 تن دارن اتوبوس 18 تو داره. الحمد لله многие из наших братьев и сестер приехали. الله هر کدی ما و شما را نصیب گردانه این جاهای مکان مقدسه و هر که از حال احوالی که این روز در سر مهاجره به نهایت زقیم. قبل الله منا و منکم. الله سبحانه و تعالی قبول فرمایه از ما و از شما تمام عبادت های که میکنیم و کرده ایم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را جمله متقین بگردانه. متاسفانه حاجی را گفتیم جمع شنده بفهمونیم تیم نازکی ها و دیگه باشه. خیلی که میبینین خودم طاقم یگان کس نیسته. بعد در سرشان که گوسپند واجب میشوه بعد میگه ما را نفهموندیم. حالا که نمیستن که گوش کنن که باید چیکار باید کرد. باید چیکار کنه. تمام مخاخشینه بیتوی ایسیه خش سلام علیکم. السلام عليكم. وعليكم السلام. Как дела, брат? Алхамдулилlah. Я вас где-то видел. Случайно не боец? Вайся. Да. Баракаллах. Любитель. Любитель? Машаллах. Просто лицо знакомое, как будто бы где-то вас видел. Салам алейкум. Все хорошо, все нормально? Открыли Всевышний. Амин, амин. Ваши и наши также. تمام؟ چیکار ندیدی؟ خیلی نجده چون که ایم ناومدن دیگه چیکار ندیدیم. 188 نفرین. یا بر یک کرو کنم همجا بیس کو 188 نفرین. همون لایکاتو نظر کنید تو اینکه دیگه نفر را بدراین ببینن اینجا مکان مقدس هایی که بسیاری همون شاید اومگی رفتگیم بعضی همون اومگی نیستیم. شاید که انشالله زغمان شینه بیاین برین. ای مقصود ای مقصود خب برین اگه چی گیردی درختات ها خورده سین
ها؟ ای دیگه وقت برآمدین؟ خوب میشونه همه هفته روز برام گفتم که اجداد کنید بفهمون تو چیکار کنید با اعضا میگه فهم با تو چیکار کنید فارسی بگم که عربی بگم کنه فهمی خیلی دیگه اعوذ بالله اینا خنا گوش نمیگه با تلفن گپ بزنید چی میکنید بعد گناهگار ما میشیم و دکالت واجب میشه ان شاء الله گوسپان او گپ زد اونجا گنی اشتون دک جو بدگنی بره نگن با زودم کو کدمش که خفا بیام بگیریم برمشون وجه باید متعصب نشه عصبانی نشه متاسفانه مجبور تو میکنه که متعصب شه غضبناک شده عصبی الله نگهبانتون باشه انشالله در حق هر کدومتون دعاگو هستیم خصوصا در حق غریبا که شاید که بعد 3-4 روز پس جو بودین شما چی باید هفته روز اومدین اجداد نکردین مرا نه چی باید کسی اینجا تارت نکردین ببین بجم چیه برای حتی هفته دادم اینجا تر اجداد کنه تیز باش برای آدم گفتی که با 70 نفر دیگه اجداد میکنه در هفته قرار که حضرت ای خوش بیدار شوه این زنکارا بگین خیلی پیر شدگین بریم بگو صورت را چکار میکنین ای خاله جانو شما را اجداد دارن چی با شما را ما بکوم فهموندم که التماس برین سلام علیکم خوبه نکه جان الحمدلله شما خوب هستین اولتین کار برا خوب الله نگهبان خدا قبولش کنه طاعت عبادت را داخل ما دوباره فراموش نکنین ان شاء الله داخل غریبان مسافران موجود الله نگهبان باشه سلفی ماشاءالله بیو اینه برادر سلفی مینیم اینه ای فرق نداره دیگه جایی خیلی باید سلفی کنیره وان اینه بیا چیکار کنیم خلا جان؟ چی با هفته روز برام گفتم اجداد کنید بفهمونم توش دکه اومدین عبدالنور با گفتم که صبر کنیم بفهمونم تو بعد نگو میشیم بعد شما رو میکویم اینم پیش اینا مسکت اجداد کنین دانو اجداد کنیم میبرم تو با قیمت گم میشتگی تو بکویم با پیش اینا مسکت اجداد کنین من پرسی اجداد کنید برام تو بگم نشیم باش ما نکویم اینا پیش مسکت اجداد کنین بس کرده بودم این راه خیلی اردم که ایستیم یه آدم راه بالتی آورده بودم بیوار کنین سر مسافت کرد آفرینی ایره بی نویسست که محمد نظرف ای مشرک یک مسلمان نمیبری به پریستور میبری الله سبحانه و تعالی هدایتت بده افسوس که در حرام یکون گپ خوبت میگفتم اگر بتونید در اینستاگرام ما بنویسید که در رقمای ما بنویس ما ترا گپ دارم 865 55 3801 در گپم در چی بنویس ما درو اسکرین شات کردیم و خط گپ میزنم گپ نزنین اینستاگرام وقتی که می کانال رو میکنین وقتی که منو مناسبتون مینویسین لوبای خیلی پیدا کردنتون میشه تا به توفیق بدبخت نشین حرکت کنین مسلمان شین ما رپریستور نبردیم یک انسان کسی که چی هدف داره همون هدف حرکت کنین اصلاح کنین ما حق تو نیستم رپریستور رو برده و تو برادر عزیز مهربان تو بگی بر یگان انسان کمپیره بگی بر یگان مستفید بگی بر تو رنگ دیگه کسو جوان مرد شه ما که تو نیستیم همین کار کرده که پولیش شاید دیگه مردم ببینن حرکت کنن کوشش کنن و چی با شما نمیکنه همین کارا و مرد نیستین در خدمت مرد چه نقلن در خدمت مرد هم نشین نقلن کفوی مردها سنگ نزنین با خدا قسم که های مردم خودمون الله سبحانه و تعالی نگهبانش بینید مردم خوبه ما نکی در بین اون خیلی سگا هستن این سگا گفت که با شام شریعت جزیره میکنن هم کنستیتوسیون تاجیکستان هم طرفه الله هدایتتون بده
شما را کم میکنه بعضی وقت یگو کس تنطقه میتن کو از اون 5 نفر یک گفت که با در روسیه چی کار رو نکردن بدبختا مردم ها مشرک میگن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که یک حکم کردی به خاطر خیپه به خاطر بیزنس به خاطر چیزی که من تو نیستم این کارو کرده کن بردم اخی تو بک هم کاره به خاطر گفتی گپو بگی شوی اپا تبر بگی شوی خواهر تبر یا از نو تبر کسی را که میتونیم بگی برام کار بکنین نمیتونیم کار کرده التماس نه گفتی که پای قفا سنگ نزنین ما تو نیستیم هم کار کرده میکنیم و شما را بکنین ای در کار شو آدمایی که نمناگا پوبلیک کردن میتونیم که او را ببریم برای ما را خیب در کار باشه دیگه ملت هم میتونیم ببریم تاجیکستان همگی 10 میلیون ای همگی ما را گفتی که با 100 آدم تماشا مینه اگر دمو خیب در کار باشه دیگه در کار باشه آدمایی که 100 میلیون 200 میلیون دارن پول را از خود می‌بریم ما را میگیریم میبریم تو اینکه خیب شه و چی به مسای خیلی بد رفتاری میکنین الله هدایتتون تا این کاراتون نکنین مرچین در خدمت مرچین تا بد رفتاری نکنین در حساب انسان ما در احرام دیده ایسین اگر کاری خطا کردیم در حق ما دعای نکنین دی خداوند ما را هدایت بده انسان ها نسلینش رو جزیر میکنیم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلنا من الصالحين والتائبين حاجی محترم کدمت که اگر افیر تماشا داری در رقمی 13 از همینجا که خارج میشه انت دستی راست میره دستی چپ تو میخیری راست ده کنسه میره پیشی توالتی 9 10 میفروی پایان میفروی افتابوز همونجا موندگی های امکان باشه برادران عزیز هم لایکاتون بمونین تو اینکه دیگران بدرین تماشا کنن حاجی محترم کدامت که افیر تماشا دارین رقم 13 میبروین طرف دست راست بعد دست چپ تا آخیره هم چیزا را اهمیت نمیتین گوش نمیکنین سبحان الله بچه ما را میکویم ما حاجی محترم حاجیان محترم الله حاجاتنا قبول کنه طاعتای عبادت الله طاعتای عبادت میگیم به خاطر الله اونها را الله قبول کنه شما بفهم بدرین برای ما شما را اجده داریم یک متاسفانه خیلی حضرت تراویح خونده است باشه که دیر چی نبرامد همه تا گپ خوب دارن ماشاءالله که ندیدیم نشنیدیم نمیدونیم همه گپ خوب و زیبا و بهتر نمیدونن همه خوبی دارن که اگام برگناهگار نیستن بیا برین حال چند اذیت با گم شدگین حالی گم نشده؟ حال شما نخوندین؟ گم نشده ما چه خیلی اومدیم من را پرسنین؟ اگر میدونیسه من نمیپرسیدین میرفتین لا حول ولا قوة الا بالله همه خوبی دارین مردم تاجیکی یگان چیزا اقرار نمیشین هم تا راست یک قد فرین احتیاط کن ماشین نزنه تو خودم جا اعلام کنیم که التماس طهارت کنین نماز پیشین خوندین بیاین ما گناهگاریم که شما طهارت نداشتین بارک الله فیکم الله برکتتون بده التماس از بارم نکرد جنون صدقتون برین در اتوبوس ورشین نه راه میدونین برین چه خیلی میرین راه میدونین میگیم کو و برین راست برین دیگه با مقیمتتون بکن بیام اخی لا حول ولا قوة هولك تعرف شال هولك تنسادف لا اله الا الله
خلصت يا عم. تقبل الله منا ومنكم. الله قبولش کنه از ما و شما. الحمدلله. کسی که راه بلد میشوه عمرش خدا میدونه که قبول میشوه، به خاطری که در اینجا عصبی میشه، میکوی، قطعی شفیار جنجالت میشوه، شفیار به سرت داد میزنه. ولی بسیاری میگه خطا بقب کنترل کن. هر انسانی که در هر کاره هم کار خودش میفهمه. شفیار شفیاریش میفهمه، راه بلدیشه، کامپیوتریشه. جزاكم الله خير. اینی فروشندگیشه. کم سعره؟ 10 ريال. جزاك الله خير. تاخذ حق الروسي فلوس روسي. في عندك صرف دولار؟ لا فين البنك؟ ما عندي بس في دولار. انا الله جزاك الله خير. لا تنسونا من دعاء صالحك. خلاص که من اینجا راه داره که از اینجا از این میخواد میبروی. از آدم که حجاتی بده پیش ده او پیشتر قرار میکرد، از اینجا قرار میکنه که لسیسه قطعی میبروی میفروی و بعدا داخل میشه داخلی اتوبوس. الله نگهبانی حرکت ما شروع میشه. خیلی گپ چپ و زندگی و حیات و بندگی. الله نگهبانی حرکت ما شروع میشه. 100% عربی نگم زدم، عربا خودشون نمیتونم. اصلا که کارمون نمیتونم کم میزنیم. چخیلی که بعضی در حسین 30 سال 40 سال در حسین در 3 سال گپ زدن نمیتونیم که عربی مرا خیلیه. پاپوتی همه تا گپ رو یاد میگیریم. این پاپوتی ده عربی ما. هیچی ده خوبه میگن که лучше, чем ничего. Haciora köfte isteyeyim. Jak on też перед نشته باشه. Jak on też jest ورشته باشه. حاجیانی تشنه لب خوش آمدید خوش آمدید. حضرت یمنیه.
حاجی کوفته ایستیم. نه اومدیم. كل نفر تمام؟ چند نفر جان استه؟ ها؟ فرسیده سم کی؟ همجا؟ ها؟ هست همونجا خالی نیست؟ ماشاءالله. بهترین فهموندیم که فراموش کردیم. شغل میکروفون. نتو. ما في. شغله. يا عمي شغله. ايوه. بارك الله فيك. برادران عزیز، حاجیان محترم، ماشاءالله کی گفتم که صبر کنید دو جب بفهمون نقصاناشونه نه ایستادین گوش کنین. بارک الله کدامت که هم کمدی کن گوسپند اکلاتون واجب شد نه پیش ما که چیکار کنیم فهمیدین. یا بار دو جب گفتم تو هم کارتون نکن با کردین پناتون به خدا خیلی تو میبره امراتون بکنین. باز دیگه که گوش نکردین حتمیه که مکه را میبینین دویدکه میرین. تاجیکی را با تاجیکی باز پیرواد میکنم. میگم که اگر که مکه رفتین گم شدین اکانوم کردین سیم کارت نخریدین گم شدین شما را هیچ کنه میکوه به خاطری که اوجه زیاده 2 میلیون نفره حج پیش در 40 دقیقه میکردن حاضی که مینیمم 4-5 ساعت میکردن. با همون خاطر گم شدین اخیتون خفشین. با چه خاطر؟ با خاطری که گوش نمیکنین راه براتونه. من گفتم که التماس هم جهت کنین من زنها مردها را یا جای همتون بفهمونو چی کم بدیه. یگان کسی نایستادین. همین خیلی بود؟ چی؟ سبحان الله اگر کار باشه با میکروفون قد گفته استم اکا جوان. های گفتم صبر کنم جا گفرین لا اله الا الله به نام الله. خوش به حال مردمی که قدشون کار میکنن در فدراسیون روسیه. نفهمیدن نه متوجه نیستیم به نام خدا. متوجه نیستیم. برای نوای مقصد که یک جایه همین گرگ میگن کو یک جایه سلر نمیخره یک جایه باشین گم نمیشین. باز یک زنک پیرسال یا یک مردک پیرسال گم شوه همه تون جد میکنین و هم خاطر بیسن یک جایه میرین. همین دیگه قوم دیگه ملت یک جایه میروند. چی عرب باشه عربا همش زبان میدونن همش سیم کارت دارن همش میفهمن چند باری اومدگیان لیک یک جایه میرن یک جایه برادرانه همه خیلی میبود. مثال باید خودتون می اومدین برای بالا به کمپانی نمی اومدین خودتون ویزا میگرفتین می اومدین. باز گم میشه پرابلم میشه و لو تنها گسکوز با دکلات گوسپان واجب میشه و اون گوش نمیگم خیلی حالتا میشه و مقصد که نقصان و کمبودیاش رو مثل گفتم به خاطر گوش نمیکنین. الله نگهبانتون باشه. اگر که فورتون گم نشین از همجا فرامدین اگر سینسه سرازه سیم کارت بخرین وقتی اکانومتون نیوین اکانوم درسته بکنین در اینجا اومدین حد اقل هم سیم کارت رو بخرین که تو اینکه گم نشین. یکان جا گم شدین همون بیرکوتون در گردناتون کشول کنین اویزون کنین تو اینکه گم شدین لوبای ملسه نشان رو بده همون ملسه زنگ میزنه میگه که در نیم جای مودمتون حد اقلا همین کار بکنین که بیاوانتون با ما باشه. مثال ما الحمدلله چندین بار عمره کردیم چند بار فرض کردیم ما به خاطر شما فهمیده ایم که همین چیز تا اینکه دکلاتون واجب نشه گوسپند تا اینکه هم عمراتون به یگان کمبودی بشه یگان نفهمایی نیست.
خدا نگهبانتان باشه. نیت کردین من بعد کسی که یگان جو تا میکنی، موی سرت میکنی، قاشت میکنی، موجت میکنی، عقارت میکنی، یا هم کسی گپی قبیح میگوی لط میکنی، دکلت گوسپند واجب میشه. به هر یک موی سرت، به هر یک چیز یک گوسپندی، به هر یک عقارتی که اگید، به هر بیزه بینیگه که اگید تو. الله نگهبانتان باشه. یگان گپی قبیح زبان کلان زبان باشیم بخشش. مثلا در مرور کار انسان باید جدی باشه، سریوز باشه. در خانه ما باشه نگر قیتون مهربانم. در اینجا اگرم که گاه وقت دغل بگم، گاه وقت غضبانه بگم، به خاطر که در بعضی شاید غضبانه برسه، در بعضی جون مهربانه. اگه مهربانی با در خونه‌تون میکنین، در اینجا که میریم حج میکنیم. الله نگهبانتون باشه. تقبل الله منا و منکم. اما کی نمیریم. او شفیار کو شفیار چی اومد؟ چی رو هیچ بگو بیا بره. از اون عصر دادن چیکار میکنیم؟ آزیاب رنگ گومشن دم از چی دیگه میخونیمش دم پاپوتی برای آزیاب رنگ با جمع کنشون دشواره. شفیار بگو که تراویح خونده ایسا بیچی زنگش بزن بگو بیایه یا امی فين الشفيور؟ أي from أذربيجان، أي from تاجيكستان. بس درست زندگی میکنی. من از تاجیکستان جویم رسی. أي from تاجیکستان. ما شاء الله. از آن گفتستان ای گپ زده است توبه. تا همونجا را لبیک اللهم گفتم برین. گپی بیهوده ذهن کلات و گوسفند میشه. لبیک اللهم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک. کسیتمونیم باید هر انسانی میگه رفتگی خودش بگه. ما تا اونجا رشال یاردم کم میرم. از اذان تیار شوه. با همراه اذان تکرار کردن بگیرین ان شاء الله. حي على الفلاح حي على الصلاح لا حول ولا قوة إلا بالله بقين. ما شاء الله نجي чуть-чуть погромче чтобы сердце укрепилось. ما شاء الله. الله المستعان. الحمد لله. أبوي حاجي دعاء ان شاء الله دعوه موزی از آن تیار شوه. لا حول ولا قوة الا بالله. متاسفانه شفیار مرجع رفتگی. اصلا دیگه ماشینه اون ماشین در چیه؟ در اون پره های و دیگه مورد دیگه مقصود کو کاری مقصود همی جای مقصود همی جای بسیار برادرها هستن ماشاءالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر. إله إلا الله. بشینین در راه میخونیم. بشکر
کجا رفتین؟ او درم میخواست یک قیمت با شما را میکویم. آخه ما همجا هم قطو پای نیستم. اگر چی میشه میگفتم خیلی بریم اما همونجا پرسیدم امو را کی چه خیر کنیم. آز میمونمش میریم. همو کسی که معلمگی میکنین میمونیم میریم. ای عمک بیا بریم توکلش به الله که اتش خیس شوسری کرد گریخ رفت. همیتش که گم شید به دیگرش درس میشه. بعد قبا میکوه تاکسی خطی میویه. لا اله الا الله نخو. شفیع رو خوبه تو بدونید یک جایی این را گفتیم که نه در راه میخونیم. Мне пассажиры не нравятся. Что делать? Шофер тебе не нравится. Не слушай, что мне делать? Потому что вы впереди сидите, так вам кажется. Нужно вам сесть назад, а то давление будет подниматься, спускаться. Вам нужно место поменять, если что. В крайнем случае, чтобы... А? Да, чтобы вот все, что происходит, чтобы не видеть, нужно назад сесть. Так будет... Все равно будете чувствовать, как он будет двигаться. Из-за этого лучше пересесть, чтобы лишний раз не тревожить себя и нас. Потому что вдруг разозлитесь, что-то скажете, а потом вам придется... Точно? В крайнем случае, если что, баран будете резать. Тогда мы будем есть барана. Да. Яка сафтагия? سه کس بعد قوا تاکسی میگیرن میان. تیم بولی او مدت داکور نیستن. امر شما. اتقایی. اونا مردم برفتن ما رجده داریم. خیلی لبیک اللهم لبیک. همه را ازیاد کنین اقلا دیکتافوناتون رو گیران کنین. دیکتافوناتون رو گیران کنین التماس. که با نگین که نشنیدیم نمیدونیم. کسی میتونه زمتکاتون رو کنین بنویسین. لبیک اللهم لبیک. بنویسین در اونجا که دیکتافوناتون کنین یا که همو چی تونه واتساپ تون بگین بیان که از روی کنین هم در چی تون سخرین میشه در پامیتون هم را ازیاد کنین. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مقصد شما مسافرین برای شما را الله رخصت دادگیه. نمیدونم مقصد که پیش اینجا اومدن قطعی کی مشورت میکنی که ما حج بریم نریم. بازی میرم میگوش کاری کن. الله نیابان تو مشم مقصد که پیش اونه که اینجا سفر میکنین باید مشورت کنین که ما میریم در اونجا چیکار کنیم. رابلت همش هم میفهمونه و شما گوش میکنین. باید پیش کی چیکار کنین درس همین را بگذارین. حداقل همون حاجیایی که میروند پیش بشینین 10 دقیقه میفهمند که چیکار کنین چیکار نکنین. چیکار کردن چیکار نکردن و چی کم ویدیو بدن و چی کم ویدیو ها را شما انجام ندین. حداقل همین چیزا رو باید میآموختین. تلفن داده خب همون خاطر بود بعضی وقت کم ویدیو میکنین در همین موسم حج چیز میشوه
چیزی که نقل میکنن گفتم که حرکت کنین بنویسینشون در کارتون میشن. بختون هم در کار نشید با دخترات و با بچه‌هاتون در کار میشن. با بچه‌هات و دختراتون در کار نشید با نواسات در کار میشن. وسط از علم ضرر نمیکنین. العلم النور و الجهل الظلمات. علم یک روشنیه، نادانی بیسوادی، یک گمراهی و یک تاریکی که هیچ جا را نمیبینی، در تاریکی یک آنجا میره. و همون خاطر در همین موسم حج برای بسیاری هاتون یک درس میشود، یک درس عبرت نامیز. اگر که گفتم با فکر میکنم بسیاری هاتون هر سال همینجا وجه علاقه معلم میشه قبول نشه، به خاطر گوش نمیکنیم، اطاعت نمیکنیم. وجه علاقه گفت که با معلم میشه، انسان باید تغییر بیاوه، گوش کنه. نمیدونم چی به مقصد بخیر میشیم. گفته استم که حرکت کنین، تغییر بیاوین، تبدیل بیاوین. غضبتونه، عصبتونه، کبر و غرورتونه، حسدتونه، هر انسان داره حرکت کنه. در همینجا پرد داشتین، همینجا وقتی که نیت میکنیم که پیش همون نیت باید هم باشگاه مصوره که در همینجا هستن، در همینجا باید میپرتافتینشونو میمین سور میشیدیم تو اینکه تغییر بیاوین، تو اینکه الله سبحانه و تعالی حج ما و شما قبول کنه. مثلا با خودی چند نفر دیگه قوم جداد میکنه، همه چیز خوبه برای شما رو خطانه، همه چیز میفوره نمیفوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. ایمان شما میگه کامل نمیشه. هر آن چیزی که به خودتون دوست میدارین برای برادرتون دوست ندارین. همه اجداد کنیه برای خودتون که بد میبینین برای دیگران هم بد بینین، که زنچه دیگران هم نمیفورن، که شما را اجداد کنه که شما کی گفتی که با برین سیر گشت میکنین. بسیار گفتن که ساعت 12 باید تیار شد، ساعت 2 تیار نشدین. راضی بودم. همه ایروی چیه؟ ایروی ضعیفی ایمان. زنچه چی؟ ایمان کامل است که مردم هم زستاید میکنی که اجداد کنن. باید آمده اینجا در ایمان اختون باید کار کنین، ایمان باید قوی کنین. سپرسمنا گفتی که پا میروان تایلند میروان، امریکا میروان، دیگه شهرها میرن به خاطری که تن جسم خودشون قوا بگیرن، به قوت کنن. و شما مکه و مدینه اومدین باید ایمان شما خودتون قبول کنین، قوی کنین تا اینکه تغییر بیاوین. همه چیزا رو که شما در جا و مکان مقدسی که در جا و مکانی که سرشویش اسلام همه جا در همه جا اگر که تغییر تبدیل نتین، وای بر حال ممکن بعداً چی میشه؟ بگم این صحبت هایی که عین حال میشنویم دیگه شاید که الله اعلم بشنویم، الله اعلم، خدا خودش داناتر است. شاید که دفعه دیگه جو مکان مقدس نتونیم آمده، شاید فرصت نشوه، شاید که شرایط نشوه، شاید مثل بعضی پدرها، مثل بعضی مادرها تا بچه ما زنتم، تا دختر مشونتم، تا نویرم توی نکنم من حج نمیرم. همین خیلی عقیده قدی اگر باشه انشاءالله که میبرین میرینه، نه حج میبرین نه عمره. و همون خاطر فرصت از دست دادن در کار نیست، شرایط است، همون لحظه و زمان شرایط استفاده بودن در کار. هر ملک مال شما در راه الله صرفش میکنین او بر میگرده، از مال امتان رسول الله صلی الله علیه و سلم کم نمیشه. الله دوست میداره همان بنده شکی ملک و مالش اثرش در اون بنده میبینه، یعنی ملک و مال در خودش صرف میکنه. ما همون قدر کار میکنیم از همون 10% در خود ما صرف نمیکنیم، دیگه باقی مونده‌اش در زنمان، در فرزندمان، در خویش اقربا گفت دیگه در همسایه در صرف میکنیم. حداقل 10% در خودتون صرف کنین تا اینکه از جمله شخصیت هاشیم که الله ما و شما را دوست بداره. با همون خاطر چه گفتنی بودی؟ چی مرا میپرسی؟ شما پیشم در قفا شما تو طرف پرس. ما یک چیوک جو میدونم، ما گفتم که بیستن میریم دوست میخونیم در مسجد دیگه که تو اینکه گم نشین. آخو افطوبوس گرد در او پرا قرار که در اینجا نیست که گناهگار و افطوبوس کنیم. در اینجا گناهگار ما هم که گوشم نمیکنیم.
آخر از امو دمو دفترگیر هم گوشی نه فرض نماز میدن نه سنت نماز. سبب کیو شدن یا رفتن؟ هیچ که نرفته همه گفتم که نرین. خیلی شی. دستری کل جان و حضرت جان کنی قوم. همینجا از اشترافشون کنین یا گوسپندی؟ اومدن؟ لا اله الا الله. شافۆری نەسەر ژیارلیان کیسین جێ سودەگیای ئەفتۆی قەڕۆک سەر شەسدۆن ئەقەڵەن هەموو گابزانیت هەم لەبایک اللهم التماس بگەین خشە بە حەولێ بە خدا هەموو مردمی خدمەوە الله نیابان تماشا بردارین از لبیک اللهم گفتم بگیرین کمی اینجا آواز براره این میکروفون دا باید شما بلند بگین شوق و محبتی که شما به الله باید معلوم کنین که لبیک اللهم لبیک پروردگار و لبیک اللهم گفتن نزد تو میریم نزد خانه خودت باید این خیلی دل نیت شوق و رغبت قدی باشه در دل یگان کس محبت رو نمیبینین سبحان الله باید از یاد میکردین بعد میومین تیوری میدین برای حج اومدن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ما شاء الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بلندتر بلندتر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بلندتر بگه شرط حیاتو بپره یکی اگه اون کسی ان شاء الله که را بلند میشه دوایان
بلندتر بگین یک شرم حیاتو میپره انشاءالله. بلندتر. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا عمي أنا أصلي هنا بالجماعة لازم أنا أشوفكم صار 5 دقيقة وقت أنا يا أخي قبل الظهر بعد الظهر لازم هنا صلاة بعد الظهر جينا منا ما في معروف. ای برادرای عزیز، کسی که همین از رفتین نماز خوندن ما را مسلمونیم، مسافرین و با چه خاطر همه قوم شما را اجداد کنن. و گفتم یا جویا عمل برای می توش تو گوش نکردیم که گپ زدیم که تو همین کارات رو نکنین. و چه بود دویده که برفتین؟ انجام ما پرسیدیم که بریم جماز نیست. گفتن نه در دیگه مسجد میخونیم. الحين يا دقيقة زين تبقي التماس همین کارات رو نکنین. اگه گپی قبیح هم اگرم که بگیم ده کلان هم باشین یاش هم باشین پیر هم باشین التماس کلانتر اطاعت کنین. امیر وقتی دکتر سر دو یک از امیر موندین یکی از گوشه مسلمانی انسان همیه که امیر اطاعت کنه چی کلام باشه چی خورد باشه دکتر سر دو وقتی امیر موندین گوش کنین. التماس رنگ نمک گوسپا مورد دویده کنه هر کسی هر چیزی رو گفت. التماس خاص به خاطر الله در حجین التماس اطاعت کنین. کلانتر دون در این جنی اکای مرا مسئولیتی مونده که التماس ما گپ زیسه متنی وای التماس اطاعت کنین. اینا گفته هستم که به خدا قسم اگر هم تستر میمد شفیار میپرتافتم میرفتیم به نام خدا من قسم خدا که میپرتافتم میرفتم چی زن باشه چی مرد اطاعت که نکردن میپرتافتم میرفتیم. بعد چه خیلی اختال میآیین چه خیلی که بعضی حاجا گم میشن 4 ماه پس پیدا میشون همون روزا به سرتون میآید و همون خاطر اطاعت کنین که به خدا میپرتافتم میریم. قسم خوردیم قسم حانیسیه اطاعت که نکردیم میپرتافتم میریم. بعضی دوم بار از بار میکشیم بعد در تاجیکستان که در مسکو گم میزنیم در لوباج ان شاء الله که گم میزنیم. مثلا این حالتا بود مثلا هم کبر غرور تو نه التماس در مسکو بعد میپرتافتیم پیش یعنی که نیت عمره میکنیم. حسد کبر غرور والله که هر کسی که کبر غرور داره در دلش وای وارد جنت نمیشه. کبر غرور تو التماس دور کنین. یکی که ما گوشش کنیم یا که ما چیکار کنیم پول دادگیم او پول شما امر از خودتون نمیبروه. التماس اطاعت کنین. به خاطر الله گفت که بچه که دست منو میگه گذاشتیم کوشش کردیم. ما را مثل شما مسلمانیم یگان شاخ دم زیادی ما نداریم که شما نداریم. همون یک چیز پوشیدگیم هممون یک ارونیم. همین نزد کعبه که میریم هممون یک لباس داریم. کم غرم یک لباس داره بایم یک لباس داره. یگان کسی در گردنش نه نقره داره و گفت که با نه تیلو نه بریلیانت دیگه چیزا نداره که فرقیت کنه در اوجا. با همون خاطر نزد گفت که به الله همون انسانی که تقوا داره این اکرمکم عند الله اتقاکم کریم ترین مهربان ترین همه بالاترین نزد الله همون انسانی که اهل تقوا است. همون انسان از الله قدر داره. حرکت که از همون گونه شخصیت داشتیم کبر غرور تونه التماس حرکت کنین دور کنین. الله نگهبان تو باشه. لبیک اللهم تو من نگوش وقتا نخودو نمیگیره گفتم گیرین بلند بلند برین انا خیلی بلند 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 بلند
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حمكسة بلا نجيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بلان گفتم بگیریم. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم يجب خج يجب إن شاء الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. کما کدام بگیرن که ان شاء الله اگر کدمت کی خود داشته باشن میتونین کی خورین کدمت که اگر نمازخوان باشن ان شاء الله اجازت کنین بعد کو در مسجد قرار میکنیم عصر میخونیم. اگر کدمت کی بخواین ان شاء الله که یگان حدیث و خواست الله ان شاء الله کی شرح کنیم شاید که یگان معلومات پر بگیریم. اگر طرفدار باشن ان شاء الله شروع کنیم. خب انشالله که در بابتی که بسیاری مردم از چی سبب مثلا که بیماری روحی میشوند بعضی انسان ها همین مشکلی دارند در خش اقرباشون یا که در فرزنداشون در اوله هاشون. خلاص گپ در همون بابت بعض از حدیث ها رسول الله صلی الله علیه و سلم و چی سبب ها و چی میشه و چیکار کردن در کار تو اینکه جن شیاطین ضرر خود را رساندن نشتونه. یعنی شیطان به چی خاطر در بدن ما و شما میدرویه؟ مطلبش ما و شما را گمراه کردنه. که شیطان یاد میکنه قسم یاد میکنه که قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. قسم یاد میکنه شیطان که الله قسم به عظمتت که من همه بنده ها تا گمراه میکنم با همراه خودم میبرم مگر بنده هایت که مخلص دستن مگر بنده هایت که تو را پرستش میکنن. ما اونها را میگه یگان کنیم که از همون جمله شخصیت های باشیم که شیطان گمراه کرده نتوانم. اگر که ما و شما تکیه به الله سبحانه و تعالی بکنیم چنان که الله سبحانه و تعالی میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده های هر مشکلی و هر چیزی که داره چیکار کنیم از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم که الله میفرماید و من یتقی الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که تقوا میکنه هر انسانی که پرهیزکاری میکنه الله او را از تمام مشکلی ها بیرون میکنه. از او جمله بیماری باشه مشکلی پلی باشه مشکلی به فرزندی باشه مشکلی به شوهری باشه مشکلی به زنی باشه ان شاء الله که تکیه به الله سبحانه و تعالی کنیم الله سبحانه و تعالی ما و شما را موفق میگردونه. الله میفرماید که ادعونی استجب لكم. طلب دعا کنیم ما اجابتش میکنم. خب ان شاء الله که عین حال فرصت موسمی هست که اجابت دعا یکمش که در سفریم دیگه‌مش که در احرامیم سومش که طرف مکه مکرمه طرف کعبه رفتیم در اونجا ان شاء الله که دعا به شک شبهه ان شاء الله که قبول میشه که اگر که از تحت دل دعا کنیم. بسیار بیماری ها رفتگن الحمدلله در اونجا معالجه یافتگن شفا یافتگن و همون خاطر کوشش کنیم از همون جمله شخصیت باشیم که شیطان ما و شما را گمراه کرده نتواند. خب یک از سبب هایش است که شیطان در بدن ما و شما داخل می شود. از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده
على فيه فإن الشيطان يدخله. یعنی ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند یکی از شما اگر دهن اهواجه کرد، تثاؤب دهن اهواجه را میگن، کسی که دهنش بیر از میر روی کرد، دهن اهواجه کرد، اگر چکو کنه دهنش محکم کنه به دستش که بدرسی که شیطان در داخل دهن وی وارد میشه. یعنی بسیاری ها من شاید که شنیده باشیم که پیش همو کلان سالان خودمان میگفتن، مادرامون یا که بیبیامون میگفتن که دهن تا پشکی در دهن شیطان میمیزن یا که شیطان در دهن داخل میشه. همین گونه خلاصی هم گپ ها را میگفتن. همین گپ ها یعنی اساس داشته بودن که همونها میگن با طرزی بگیم قبیحی میگن که تا اینکه برای ما و شما عبرت شود، درس شود. خب در دیگه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع. به دهن نهوجه شیطانه، کسی از شما اگر دهن نهوجه کرد پس دهنش را محکم کنه به قدر استطاعت. خب دیگری که بگیم شیطان وارد ما و شما میشه از چی است؟ از نافهمی گمراهی. یعنی چون که الله میفرماید نسوا الله فنسیهم، هر کسی که الله سبحانه و تعالی را فراموش کرد الله او را هم نیز فراموش میکنه. الله که فراموش کرد چیکار میکنه؟ جن شیاطین با ما و شما قریب میشن، نزدیک میشن. یعنی جن شیاطین در بدن ما و شما میدروین، ما و شما را بیمار میکنن. خب دیم سببش. سیم سببش که شیطان ضرر رسوندن نمیتونه تا که الله نخواهد. و ما هم بضارین الا باذن الله. اونها یگان ضرر رسوندن نمیتونن، یگان کار کردن نمیتونن تا که الله سبحانه و تعالی برای اونها اجازت ندهه. خب سببای دیگه ایش که بگیم ایروی معصیت زیاد، از سبب بسیار گناه کردن در بدن ما و شما جن شیاطین وارد میشوند. یعنی از موسیقی بلند گوش کردن، از موسیقی گوش کردن، از شهوت بلند، یا اینکه خیلی که در خودمون میگن بعضی ها بعد از خود را حرام کردن، یا اینکه فیلم های بیشرمی تماشا کردن، در حاجت خانه ها بسیار شیشتن. یعنی در توالت کسی که بسیار میشنه یکی از علامت ها همه، یکی در توالت که بسیار شیشتی اونجا جای مکان نجس است. پیش در آمدن باید ما و شما چیکار کنیم؟ دعا را بخونیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داده است که بگین که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. این دعا را اگر ما و شما بخونیم داخل وارد حمام شدیم ان شاء الله که شیطان ضررش رسونده نمیتونه. وقتی که حمام در آمدیم حرکت کنیم، تلفن ها را با همراه خودمان نداریم. یکی از سبب هایی که بگیم جن شیاطین میدره، انسان که در حمام که در آمد شیطان در گرد اطرافش کس وسواسش میکنه، چیکار میکنه؟ یگان فیلم های بیشرمی تماشا میکنه، در اونجا خود رضایی میکنه یا که به دست خود حرام میکنه، در اونجا وارد میشه شیطان در بدن انسان. بسیاری هم در حالت ها را ما بچه خاطری را گفته ایستیم از بگیم تجربه حیات زندگی که ما آیا دیمی کار هستیم. از همون خاطر ما شما را از همین چیز میخواهیم به قدر استطاعت که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید بلغ عنی ولو آیه، از من برسانین اگر که یک نشانه هم باشه، یک چیزی هم که میدونین به قدر استطاعت برسانین به دیگران. برادر مسلمان همون که یک منفعت برای برادر دیگرش میرسونه. و همون خاطر ما و شما که برادر مسلمان هستیم که الله ما و شما را در قرآن برادر نامیده است، انما المؤمنون اخوه، بدرستی که ما و شما هممان برادر هستیم. التماس گپ نزنین، به هم دیگر گوش کنین. ما برای شما گپ زدیم، با ما باشه اگر ما را میدونیم ما در کار نیست. خدا نگهبانتان باشه. دیگر سببش که انسان دست به زنا میزنه. سبب های یعنی نمی شیطان در بدن ما و شما میدره که جن ها میدره. دیگر سببش همه که طاقه انسان خواه میروه، یا که خچه بسیار زیبا اپاش که можна молчать, пожалуйста. دیگر سبب هاشه که انسان طاقه خواه میروه در خانه، یا اینکه زن باشه یا که مرد باشه لیچ خواه میروه، در بدنش جن داخل میشه. در خانه طاقه خواه رفتن خوب نیست، جایز نیست. و همچنان شو گشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم منع که شو گشتن. به همون خاطر
شبا انسان باید نگرده. شب برای استراحت است. و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا. الله سبحانه و تعالی شب برای استراحت ما و شما آفریده است، روز برای زندگی و برای حیات بندگی ما و شما. خب یعنی سبب های در آمدن جن بسیار هستند. غفلت، ترسیدن، ای حق، خرسندی، بد کردن، گفتگو با خدا را فراموش کردن، در این حالت ها یعنی جن شیاطین می‌دراید. حرکت کنیم که جن شیاطین به خود نزدیک نکنیم. حرکت کنیم از جمله مخلصین الله باشیم که همیشه با طاعت عبادت الله باشیم تا که جن شیاطین نزدیک به ما و شما نشود، ما و شما را گمراه نکنند. خب هر انسانی که نزد ساحرا و نزد فالبینا و نزد کاهنا و جادوگرا می رود، به هم هر اون چیزی که بگه با او باور بکنه، سبحان الله از دین خارج می شود. حرکت کنین، هر چی که مشکلی بالای سرتان می آید الله سبحانه و تعالی امتحانات میکنه. بعض انسان ها به خاطر که یک زن در نکاح خود داخل کنه چیکار میکنه؟ نزد فالبینا و نزد جادوگرا می رود که تا اینکه یگان نمود تمارهاش بده یا که یگان نمود چیزهاش بده تا اینکه همون زن با این مرد جور بگیره. یعنی برای ما همین گونه برادرها خواهرها زنگ میزنن کارخونه ما که ما فلان انسان نقض میبینیم یگان گرمی ممکنه ده همون انسان به ما جور بگیره، دوغری بگیره. مثلا همین چیزها حرامن حرامن حرامن. هر کسی که در همین چیزها خوش میشود دیده و دانسته او کافر میشود. الله میفرماید وليست التوبة للذین یعملون السیئات. نیست برای شخصی که دیده و دانسته همون کار میکنه. توبه او را الله سبحانه و تعالی قبول نمیکنه مادامی که میدونه که همین نزد ساحرا نزد جادوگرا رفتن کفره، گناهگار میشه. باز توبه بکنم باز برای الله توبت را قبول نمیکنه. به همون خاطر هر آن چیزی که شنیدین به قدر استطاعت عمل کنین. هر انسان که نماز بامداد را بخواند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صلى صلاة الصبح هو فی ذمة الله. هر انسانی که نماز بامداد را بخواند او در ذمه خداوند است. خداوند او را به عهده میگیره که او را یگان چی ضرر رسانده نمیتواند، نه جن نه انس نه شیطان، ان شاء الله. و هر کسی که بعد هر یک نماز سلام داده بگه که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، همین 10 مرتبه که 100 مرتبه بگه 70 مرتبه که بچنده که زیادتر بگه ان شاء الله که فایده داره و ضرر نیم و جن شیاطین ضرر خودش رسانده نمیتونه. یا اینکه هر انسان که صباح و مساء یعنی سحر بگه که بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ان شاء الله که همین دعا را هر انسان سحر بگه 3 مرتبه بخونه ان شاء الله که نه جن نه شیطان ضررش رسانده نمیتونه. نطلع فوق هنا، نطلع فوق ولا نطلع هنا فوق ولا ما في مشكله؟ عشان بس ما في مشكله اذا خذ دقيقه ونطلع واجلس وبعدين تعطيني الميكروفون خلاص؟ او خفف المكيف، مكيف خفف تخفيف. ايه قبل تاكل بس بفرشنا قبل ما زلمه قبل ما زلمه ben damu duruyorum canım falan. Promoş mekanı mı şu an? يعني بعد موشون تو رفتن عقلش میگن کی لومه مش هم رفتن ده اگه تزعل همش رجع میکنه. الحمدلله اینا از ما پیش ملی سوقتی میگذاریم. اینا کنسنر کم چی؟ کم دینیست؟ چای کافه؟ مسافرین شما اخی حق دارین که طلب کنین. نمیخواین اون کسی چای کافه؟ خب نخواین دلشی دیگه بدیم. خب اگر که بعد هر یک نماز
که ما بگیم سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته. اگر بعد هر یک نماز همین 3 مرتبه بگیم انشاءالله که بعد هر یک نماز از این نماز بامداد اگر 3 مرتبه گفتیم تا نماز پیشین جن شیاطین نزدیک شده نمیتونه. اگر در نماز پیشین گفتیم 3 مرتبه انشاءالله که جن شیاطین نزدیک شده نمیتونه. همچنین در عصر تا شام تا خفتن تا نماز بامداد. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله شخصیت های بگردانه که نه جن نه شیطان ضرر رساندن نتونه و گمراه کردن نتونه. حرکت کنیم از جمله شخصیت های باشیم. این شفیار ما را سرش در گرفته فایدهش نداریم مسئوله تا همجا را گبزه میرم تو اینکه گوش میکنم. بھائی جان مشکل نہیں ہے میرا اردو تورا جنده ہے مشکل نہیں ہے ها ما في مشكلة ها عصر شوف اي مكان مسجد نصلي عصر ها وقف يجي مهدى وقف ماشي أي محطة أي مساجد وقف ونصلي ونذهب دوامش خلاص. الله يعطيك العافية عمي. خب إن شاء الله كي یگان سوالا باشه اگر پرسین دبر ان شاء الله برادر است ان شاء الله که از بسیاری مسائل خبر داره ان شاء الله چیزی که نفهمایی باشه ان شاء الله که میفهمونه پرتر مفصلتر. یگان سوال نیست؟ باید در عبادت چیکار کنه؟ در چی؟ قرضدار نشوه. در این برای گپ زدیم فیلم که گوش نکردین نه؟ گپ نزدی میگه. خلاصی گپ که حاجی ها کست که قاش تچیندی ریش تچیندی موی لب تچیندی موی بینی تچیندی موی گوش تچیندی ناخون تکندی گزیدی یگان یرا تکندی خوریدی که خون برامد خوریدی که خونت کند انشاءالله که یک گوسپند خریدار خوری خون برای سيجاريش همش صحيح سيارة 4 ساعات وانام آخه میخوری مو میکنه کن ممكن تجيش بگیدستم که خوردی که خون اومد موش کن من دادامش خوش کشتم کن خودت گوش نمیکنی با مردم اگر نگار منی گوسپند دو میره میکشی خطو نمیخریش ما میخریمش کسی که نگار نیست همون میخرم مقصد مطلب اوجا گوسپند نیسته. هر شاید که بسیاری همون در اینجا میلیونر باشیم شاید که انسانایی که هستن که شرایطشون به نهایت خوبه میکشه فرق اینه مهم چیه که در همون حج نقصان نباشه مثل که یک ورق تازه در همون جا یک خط سیاه میشوه با یک گوسپند یک کشی با یک خط سیاه میشه همون ورق سفید سیاه میشوه یعنی هم حج ما و شما پری نقصان میشوه. مقصد مطلب جاشه که حرکت کنن همین نقصان ها را نکنین تا اینکه همون ورق سفید همین احرامات سفید غایج نشون. مطلب همینه. الله نیابونتون باشه. بعد اقارت دشنام کردن گوسپند قرضدار میشین. یگان کس از لوچین نخست به قریه شپلاق زدی بازی زدی یا که در بهتر یا که هفته بود برامد زدیش سونکای مرا گرفتی گفته شبیدی یک بلاق این همی حالت ده مثال بگم باز بعضی مثال سمکا دا گم میکنین اخورت میکنین که سمکای مکنی منم خیلی حالت داره قرضدار میشین یک با یک اگر زدین یا که با یک میشه من خلاص دیگه همی حالت ها نشونده مثلا جنگ نکنین با یکی من حضرت خواب دیدیسته خلاص دیگه که الحمدلله مثلا شوخی هزل
عبادت های. مثلا در بین یک شوخی میکنیم تو اینکه بعضی در خانه برای که متوجه باشین. الحمدلله که الله سبحانه و تعالی شما را از بین این قدر انسان ها انتخاب کرد. شاید که روز از روزها با کینتر شوه و آسانتر نه. این روز الحمدلله که آسانش کرد، بسیاری ها آمدن، بسیاری ها شرایط دارن. مثلا خوشا به حال بخدا بعضی همین زنها را همتشون از بعضی مردها بالاتر میبینه، به خاطری که بعضی زنها کوشش میکنن، حرکت میکنن، سیل میمونن، حج عمره میاین یا که حج فرضی میروند. الله سبحانه و تعالی طاعت و عبادت کردگیتون قبول کنه. بازم الله سبحانه و تعالی شجاعتمندی رو براتون زیادتر بگردونه. خب مثلا که فرصت ده همه هسته، نه که بعضی‌ها نمیخوان در همینجا صرف کنن. بعضی‌ها میگن حالی ما یاش هستیم، ماشاءالله در همینجا بچه‌ها یاش هستن که بزنن اومدگن حج عمره کردن. الله سبحانه و تعالی زنهای صالحه و زنهای پاک دامن براتون نصیب بگردونه که از جمله از اونها فرزندهای صالح و مثل امام بخاری و امام مسلم این گونه ان شاء الله که فرزندها به دنیا بیاین که همیشه با طاعت عبادت الله باشن و خدمتگار دین مبین اسلام باشن. یعنی ما فخر میکنیم که همین گونه جوانها را میبینیم که الحمدلله کوشش تلاش میکنن، اما زیغ میشیم که بعضی کلان سالها را میبینیم که حجشون میگوی که بیا حج برین، یا اینکه فرزندهاشون براشون میگن که بیا حجتون روان کنیم، مثل که الکترشوک قطعی زدگیشون تو لرزهشون میگیرن، جنگ جنجال میبردن. ما خودمون میدونیم، من پدرت میشم، آیا من نمیدونم من چیکار کنم چیکار نکنم. خلاص دیگه به همین گونه گپ ها را یعنی بلند میکنه و جنگ جنجال میبرده. نمیگه که الحمدلله که این روز من فرزند دارم که فرزندی من شرایطش مهیا مرا دعوت داره که بیا به خانه خدا روانت کنم. اینا نمیگه، شکرگزاری نمیکنه پروردگار او، کبر و غرور میگه که من خودم میدونم که چیکار کنم چیکار نکنم، تو با مرا فرزند میشی. بعضیش میگه که تا اوی من پیدا شد، اوی تو مرا عقل نشون میدی. خلاص دیگه این با خطا هن. خوشا به حالی که پردران حاضی کلان سال هستن از ملک مال فرزندهاشون اومدگن، خوشا به حالتون. بعضی مادرها هم گونه خوشا به حالتون. الله سبحانه و تعالی صف این گونه جوان مردها را زیاد کنه که پدر مادر خدمتهاشون بکنن. والله بالله تالله که دعای پدر و مادر برای فرزندها اجابت است. در بینشان ستره نیست. خیلی بیشک شبهه قبول می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید ثلاثه دعوات لا شک فیهن. سه دعایی که در اونها شک و شبهه نیست که ان شاء الله که اجابت می شوند. یکی از اونها دعای پدر و مادر برای فرزند است. بسیاری هاتون در همینجا پدر هستین، بسیاری هاتون مادر هستین. از همتون خواهش احترامانه در حق فرزندهاتون دعای نیک کنین، دعای خیر کنین، دعای بدت دور کنین، گم و گورشون کنین. بچه خاطر دعای بدم قبول می شود، دعای نیکم. بعضی مادران بی سواد برای فرزندهاشون دعای بد میکنن که نعوذ بالله مردت ایرسی بیارن. بعضی هاش گروز 200 گفتی که با گروز 200 روی میکنن. شاید که دعای مادر اجابت دیگه هم برادر روی کردن. با همون خاطر در غضبتون بعضی ها پل میگن بیچاره شرایط ندارن. رسیه بسیاری هاتون حال احوالش میدونن که چگونه های. پل پیدا کردن چی قدر مشکلی داره. پاتین، کارخونه، پرپیسکا، دوی کوارتیره. بسیاری هاتون مثال بگیرم از همین حالات ها آگاه هستین. با همون خاطر حرکت کنین، دعای نیک برای فرزندهاتون بکنین. بسیاری هاتون شاید که درجه نمیدونین که حتی با تاجیکی چی دعا کنیم، چیش بگیم. دعا کنین که پروردگارا فرزندهای ما را برای راست هدایت بفرما. پروردگارا برای فرزندهای ما و شما علم و مفید نصیب بگردانه. پروردگارا از شر فتنه شیطان نگهش بدار، از یار رفیق بد نگهش بدار، از وسواس شیطان، از گمراهی. پروردگار رزق روزی حلال نصیب بگردان. پروردگار جنت براش نصیب بگردان. پروردگار نمازهایی که میخوانه به درگاهش قبول فرما. مثلا که همین چی دعای در دلتون دارین؟ پروردگار رزق روزی حلال و عملهایی که نزد شما قبول میشن. پروردگار دلهاشون پاک بگردان از کبر و غرور و حسد، از کینه و دیگه. مقصد فرزندهامون مثال بگم چی دعاهایی که در دلتون میآید، اگر که بتونین همونها را ضبط کنین و از یاد کنین، همون دعاها را در کعبه دعا کنین، نزد کعبه ده نور علی نور میشه ان شاء الله.
در حق انسانانی که از دنیا رحلت کردن، در حقشان دعای نیک کنین، در حقشان بعد از آنی که عمره تن اختتام میکنین، بعد از آن در حق اونها عمره بکنین که اونها محتاج دعا هستند. که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. هر وقت که فرزند آدم از دنیا میگذرد تمام عملهاش بسته میشه مگر از سه چیز. یکی از اونها فرزندی صالح است. شاید که بعضی همون پدرامون گذشتگی هستند، بعضی همون مادرامون گذشتگی هستند، در حق اونها دعای نیک کنیم که پروردگارا پدر و مادر ما را رحمت و مغفرت کن، پروردگارا وارد جنت الفردوس الاعلی بگردانش که اونها سبب شدن ما به دنیا آمده ایم. مثلا همین گونه دعاهای نیک را، دعاهای خیر را در حق پدران و مادران خودمان بکنیم، در حق انسانانی که از ما و شما رحلت کردن، بعضی برادرامون، بعضی جوراهامون، بعضی خش و اقرباهامون، بعضی همسینفامون، بعضی همسایه‌هامون، بعضی هم قشلاقامون، بعضی در حق هر یک کسی که شما دعا میکنین ملائکه ها در حق شما دعا میکنن. یعنی دعای ملائکه انشاءالله در حق ما و شما اجابت است. خاص در حق برادر اگر که ما و شما در غیب دعا کنیم انشاءالله که در حق ما و شما در غیب ملائکه دعا میکنن. حرکت کنیم که دعاهای نیک پیش چشم بیاریم، عملهای خوب پیش چشم بیاریم و دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی دعای ما و شما را قبول کنه. هر مشکلی داریم الله میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما به شما میگه از رگی گردنده، میگه ما به عظمت میگه از به شما از رگی گردنده قریب هستم. ادعونی استجب لکم، طلب دعا که ما را اجابت بکنم. خلاصه گپ کی لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند تمام گناه ها را عفو و مغفرت میکنه. از رحمت خدا ناامید نشین. بعضی شاید که گناه داشته باشیم بجز شما و الله کس او گناه ندونه و خبردار نباشه. به همون خاطر طلب دست به دعا بکنین که پروردگارا ما از جهت نادانی بیسوادی همون گناه کردم، پروردگار گناه مرا عفو کن، پروردگار مرا شرمنده دنیا و آخرت مکن، پروردگار از تمامی بلاها فدای زمینی و آسمانی نگه هم بدار. همین گونه دعاهای نیک را در حق خودمان، در حق فرزندانمان، در حق پدر مادرمان، در حق اپا و خواهرمان، در حق اکا و دادرمان باید بکنیم، به خاطر که در جا و مکان مقدس هستیم، در جای هستیم که در اینجا دعا اجابت میشه، در جای هستیم که نزول قرآن است، در جای هستیم که مبعوث پیغمبری شده است. آخری پیغمبری خدا، آخرین پیغمبری که است محمد صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید البخیل یسمع اسمی ولم یصلی علیه. میگه بخیل همان شخصی است که نامی مرا میشنوه و به من صلوات نمیفرسته. وقتی که هر کجا که شنیده محمد بگیم که صلی الله علیه و سلم. و در دیگه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من صلی علی واحدا صلی الله علیه عشرة، یا که صلی الله بها عشرة. هر کسی که میگه برای من یک صلوات میفرسته الله سبحانه و تعالی در جواب برای او 10 صلوات میفرسته. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله میفرماید که بدرسی که الله و ملائکه های الله صلوات میفرسته بر رسول الله و کسانی که ایمان آوردین بس شما را صلوات بفرستین. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. خداوند هر یک ما و شما را نگهبان باشه. لبیک لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما دم بگیرین انشالله. اوزی بعد رکود اگون مسجد قرار میکنیم، نماز عصر میخونیم و بعدا انشالله که سفر را دوام میتیم به طرف مکه مکرمه. از همتون احترامانه خواهش برادرانه در حق ما دعا کنید که خداوند علم مفیده و رزق حلاله و هدایت برای من نصیب گردانه. خصوصا در حق ما دعا کنید، از همتون خواهش. السلام علیکم. بایجان اخی خودو بگیر شکر دعا کنید، دعا که دعایت قبوله انشالله. الحمد لله رب العالمین. جزاک الله خیر. هر کسی که ما را تماشا داشت نگه داشت سلیم برجام тут мы иншаллах бережет нас каждого из нас. Как доберемся до Мекки, иншаллах, также сделаю эфир. Иншаллах, продолжение этого ролика можете иншаллах посмотреть. Если вам не сложно будет, то поделитесь, чтобы другие братья тоже увидели. Иншаллах. Направляемся в Мекке со скоростью 134. Вот здесь автобус, народа очень много. خب دوستان عزیز، با دعا باشین، کسی که خواهشمند باشین انشالله حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که بیاریم کسی که در مکه باشه انشالله بیاین با هم یک جای انشالله که افطار کنیم. خداوند حرکت ما و شما را نگهبان باشه. چه حال دارین اکوارا دارو؟ همتون خوب هستین؟ اینجا هستین؟ سلامتیتون خوب است؟ زیق ناشیده رفتین؟ ما شکر پروردگار. یولینگیز به خطر بولسه. آمین. الله راضی بولسه. علیکم السلام. رفيع الدرجات ذو العرش والكرام أمره على من يشاء عباده لينذر يوم التلاق. قرية سهراب نه، قرية سهراب نیست. عثمان جان در دیگه اتوبوسه، ما در این اتوبوسیم. اگر امکان باشه لایکاتون و چیتون امانین تو اینکه دیگر برادران بدراین صحبت که انشاءالله که بریم یک جویا. الله نیابانتون باشه. بهترین انشاءالله که میتاری حرکت میتونم میخوانم به قدر استطاعت کوشش میکنم از اینکه دستم بیاید قدر استطاعت. اخی ما دعا کنیم انشالله دعا میگم. بله خبردار شدیم وای بر حال اون گونه شخصا و وای بر حال دیگه مردم میشه. من از قزاقستانم. ماشاءالله. الله نیابانتون باشه. اگر قاریش خیلی قدر شما علاقه براییم انشاءالله در اینستاگرام نویسین
الحمد لله. محمد نه قرض نگیرین، با قرض قطعی نه. در حق غریبا دعا کنیم به خدا اینه میمیره مکه انشالله که دعا میکنم. در حق غریبا دعا میکنیم، در حقی که با همین بعد کسی که ریش بلند دارن تفتیشات سخت میشوده. سبحان الله. الله مشکلی هر کدیم با شما را آسان بگذارد. الله سبحانه و تعالی یابانتون باشه هر کجایی که باشیم. کسی که حج ده بودین انشاءالله که به قریبی با این فیلمی که سوق سلامت برسیم و بینین جو مکان ها را بسیاری ها میبینن، شوقمند میشن، میان انشاءالله همراه میکنن و همه خواهش کسی که پدپسه کنید تا اینکه دیگه ویدیوهای آیند انشاءالله که خفا نمونین. به نهایت شدیم و حرکت که میدونین تماشا میکنین میبینین دعای حرکت خیر نیک شما رو میبینین که میکنین دعا میکنین که خدا نگهدارتون. نصلي صلاة. أي بارك الله فيك، الله يعطيك العافية يا عمي. يا عمي نمت أو صمت؟ إيه يا عمك زوري. حاجی محترم کسی که طهارت دارین میره موزی پیشین عصر انشالله که میخونیم قصر نه یا جویی البته در جای عبادت باید عبادت کنیم یا جویی بخونیم که ثواب زیادتر بگیریم. خبرم خواست گپ دستم که چی کنین جمع شیم. کسی که طهارت ندارین دوی دکه میرین تیز طهارت میکنین التماس باش ده تا نکنیم درنگ دفعه دیگه تیز طهارت کنین که نمونیم تو بریم با یه جای عصر بخونیم رحکی کنیم با یکون چیز یادم در که حد میشه و قصر تمام همه شقه قصر در که حد قصر شید نشید کوتاه میشه و الله نیابانتون باشه. کسی که روز آخرین یکان چیز تو بخورم اینم مسجد کلان. واقفونه حاجیان تشنه لب خوش آمدید اومده با بیاین آستا میفروییم. این هم مسجد دباین اون ها جای مردای توالت جای مردکو میشه بخونم بخون بعد منم میتونم قطیت عمك دتسيون كي زور بارفون دا جروبا. بارك الله فيك. فين الحمام النساء؟ ايوه مردك كويجا زنا كويجا مسجد بدون تورات تاني نكنا اینا جای زنکا تورات انا جا رمضان زن جای نماز اونجا خبر مال جدا میگفتم که ما مثلا کس نگفتم نگاه خاص صبر کتیبم ده خواستم بگم که شما صوفیه راه بالاد این معلومات دست ما میگیره. حالا بسیار چه راه بالاد میپرسن. حالا چخلی که ما صبر میپرسیم که صبر جو چخلی کنیم اول گوش نمیکنیم که باید همین چیزا ما گفتیم خواستم بگم ان شاء الله که خیلی گفتم گفتم نبرم راه بالاد کدوم داریم جان
همین فکر شما دارید همین که ما محتاج میشیم بسیار شده خود خیز در رفتن در نه فقط در گرد خانه من خدا و خدا تا درجه اونی که در خانه ما او نباشه راه بالا دوام میکنه. بله. نه یک گفتن در که بعد فقط آدمی میدونم که یا گفتم که ای اکا جو چی بنا کردی چیکار کردی؟ من میگم من تو گفتم در اونجا اول منظور نکردم. بیا بدریم چی کنیم؟ گفتم آخه نبوین میسن حاجی محترم از کلچه و قدمال میکنم دعوتان میکنم گفتم که بیا بدرین یک هنگه باشه دکه میرین میدرین با خوزختان باز آخه در مسجد بدرین نماز بخونیم من شما را اجده دارم. نه بدرین هم مسجد بدرین اجده چون که درکت تایه مسجد بخونین اجده کنین یا جا بخونیم اگر که برادر دوست محبت زیاد داشته باشین اجازه کنین یا جا بخونیم. لبکه جان جای مسجد هم اینجا. بله شما یک جان تایه مسجد بخونین اجازه کنین تایه مسجد نمیدون میشه نمیشه در دکه بری تورت کنین. خیلی اکا جان بهترین حاجی ده حقی همین حاجی جان دعا کنید خداوند سلامتیشه بهتر افضلتر کنه. یکی از بهترین حاجی ها که انشالله ختمه موگیه الله عمری دراز عمری برکت ده انشالله ده حقی غریبات دعا کنین انشالله حاجی جان انشالله بگذارید حاجی جان تارت نمو میکنیم که تارتون سوزای تورات چیکنم بعد اگر خیلی بیاز نماز بخونیم بعد تورت همش کنیم بعد در شام انشالله که تورت میکنیم. چی گفتیم؟ بکشیم ببشور بدرین اون قفا امام جور شین این امام خونده سه قفا همه قشین خوندن بگیرین تهیه مسیح اگه خوندن بگیرین تهیه مسجد بخونین اجداد چون کنین نگنی تهیه مسجد بخونین اجداد کنین نه اجداد داریم تهیه مسجد بخونین اکا جان باید جای جماعت چی بکنیم بخوصی الله باز تهیه مسجد بخونه ببین یا جای جماعت چی میکنیم انشالله. یا پرشلوکانه نیفتی شلوبکه؟ در جو گمش که؟ در جو تارت که شلوبکه تا پارت کنی دوجه دیگه شلوبکو دوجه شلوبکو قطید میگیری بعد نخریدی دوری خرید بده واقعی تو هیچ اشکال نمیده زشون اینجا من اخرانی علم شلوبکو تیره یکان قضیه نمون در ایجای دوجه اینجا فروی خوب تره انشالله در حق همه برادرها دعاگو هستیم دعا میکنیم بعضی هاشتین خیلی پشتگی هیچ سوره من که اگیان گوش نمیکنن بعد کم بیدی زیاد میشه و در همه هاشون بعد ما خفه میشه که ما را نفهموندین بفهمونی گوش نمیکنن
نمیتونی که جا نماز بخونی؟ بله شما را اجازه داریم اکا جان. این هم مسجد در راه آمدیم نماز عصر میخونیم بعدا دوام میتیم. اینجا اتوبوس خلاصگاه میبریم بیرون مقصد بود هوا گرم نرمی خوب ماشاءالله. زنها نمازشون خواندن برو آمدن. از مردای ما طهارت هستن انشاءالله. نه اینجا مسجد بی بی عایشه نیست. اینجا مسجد طرف مکه مدینه طرف مکه میره. یک جای اینجا قرار کردگی برای ادا کردن نماز. انشاءالله که با ترکو بخواستی الله در مکه مکرمه برسیم حتمی انشاءالله که افیر میکنیم تا اینکه دیگه برادران بدروین ببینن تماشا کنن. اگر امکان باشه پد پیسه کنید تا اینکه افیر قفا نمونین. نه جای رکلام نیست مکه جای تعلیمات های برای بعضی بسوادا مثل خود دوره ببینن یک چیز یاد بگیرن عبرت شوه. ما در بین همین ویدیو مگمون او یگان حدیث نقل میکنیم او یگان گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیگیم یا که یگان آیت قرآن شرح نمیکنیم. آیا در همین جا برای ما فایده یا که ضرر جای رکلامه همین بسیاری بخیلیتون های طرف کننده الله نیابان تو باشه و علم مفید براتان نصیب کنه و همون برادر برکت کنیم بخیلی را دیل من دور کنیم. همه سوالا رو در همه جا نکنین خدا نگهبان تو باشه. ما نمیدونیم چی گپ پیدا وجه نمیدونیم کی های اما میدونیم که بدبختم خدا توفیقشان بده خدا هدایتشان بده. گمراه هم و گمراه چی میگوی؟ اکا جان نمیره نماز بخونی ها؟ ریختن دیگه کندن دیگه اهمیت نمیتنده در ریشتن جانم. بعد وقتی هم گفتن اهمیت بدین که ریشتون اگر کندین چیندین و ریزه و چی کنه میکنه. باز انشاءالله ما یه جای عصر میخونیم قصر انشاءالله درکت میخونیم و بعدا انشاءالله که دوام صحبت میریم. الله نگهبان حرکت موشون باشه. چون که در مرور امی افیر شما خیلی وقته یه ساعت قریب کم ساعت دیگه خب یا کجا قامت کنید بخونیم قامت کنید بیا ستره بده جمعونه جماعت کنیم. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بیایم کسی پیش بدروین
بیا کس پیش بره استو اعتدلوا استو اعتدلوا راسكن صفا راسكن جا خليموني وطن چسب بیشتر اشوا İşte gardan da cam size mi koyun? دركب قسم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام وانت السلام الله تقبل الله رفتیم حجیو کدوم که طهارت نو میکنین کسی که طهارت نو کردنین بعضی گفتن که طهارت نو میکنیم بعضی گفتن که طهارت نمیکنیم میریم خلاصه برای نوای اصلا که با قریبی یک نیم ساعت پس نمازی شام میشه و برای نوای کسی که اگر طهارت کم کم اجازه که ایسته باشه نه در قدر هم میخونیمش تنها لیج میشه هیچ کار نداره گلونه کی نکنه گون چیره تمام پر دیوات سکرد مثلا میره تا بالا تا که هیچ باکی نداره گلونه کی یا که طهارت مصحب که بوشو کی بوش نمونه صابون چی نباشه صابونی ضبطی من فیلم الان کم کم گفت زدم این خدمت مردم مزمیم به طورت نام میکنم میرم خواب بدون خوابیده تمام میشم خواب اگه میش کارم میکنم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکی معروف شمسو ایشالا با امر خدا نه با ماگی هستیم ولی بود افیدا هستیم ایشالا با امر خدا قاری کجایی که رفت
ҳама вақт эфирда ҳаст, мекунад видео мекунад ки ма ина Москва омагим ё Тоҷикистон рафтагим ё ки Ӯзбекистон ё Қирғизистон куҷое ки рафт алҳамдулиллоҳ мекунанд чи видео мекунанд. Мухаммед саллаллоҳу алайҳи ва саллам. аллоҳи зулҷалол ҳаматонро нигаҳбон бошад. иншоаллоҳ мо дар ҳаққи ҳамаи шумо дуого ҳастем. шумо дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед. иншоаллоҳ дар ҳаққи ҳамаи ғарибо дуого ҳастем. алҳамдулиллоҳ. дар ҳаққи муҳоҷирон дуого бошед. шайх иншоаллоҳ дар ҳаққи ҳамаи муҳоҷир дуо гӯем ки аллоҳи зулҷалол мушкилишонро осон бигардона, соҳу саломат ба назди зану фарзанду падару модарашон соҳу саломат барбигардонад. саломат бошӣ апай Омина. бародари азиз, Фархора ай пеши почта, ай район, ай пеши чойхонаи миллӣ мегам, ай ҳамуҷо. илтимос акаҷон, ман қорисало инстаграм дора, телеграм дора. Бо ина номроша мегумтон бигирен сакратини ватсапшунда занг бизан ё бинависен, иншоаллоҳ ки ҷавобтон мета. +7 965 55 38 01. бародари азиз, акай Усмон дар автобуси дигари ай Мака рафтесем. дар автобуси мо нест, дар автобус кагян. дар автобуси дигари бародари ина ҷавоб дадодам. Ака шайх намедонам, ака на лицо бинем шояд бишносем. Аҳмад акаҷон иншоаллоҳ акай маъруф, иншоаллоҳ. Аллоҳи пок дуогӯ ҳастам ки аллоҳи пок фарзандаи хубу беҳтари насибтон бигардонад, ака ноумедтон нагардонад. аллоҳи зулҷалол иншоаллоҳ дар ҳаққтон дуогӯ ҳастем. дар ҳаққи ҳамае ки фарзанд надоранд сабр мекунанд, шояд аллоҳ фарзанди хубу беҳтарина бутатон. иншоаллоҳ сабр кунен, соҳиби сабра аллоҳ худаш метавонад. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. сабр. ин личкае ки да барф нависагиай. аллоҳи зулҷалол ҳаматона нигаҳбон бошад, аҳли оилату падару модаратон, шуморо ҳаматона насиби рӯзии хонаи аллоҳро насибтон мегардонад. бародари азиз, иншоаллоҳ акай маъруф дар ҳаққтон дуо гӯем. аллоҳи пок, алҳамдулиллаҳ. ина пеши қори рафтесем ҳозир телефона қори аметем. алҳамдулиллоҳ нависами ҷавобтонтан. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. акай Абубакр. هیچ هم نویسه روش جواب داده گشتیم. بهترین کار که خونه میتونید کامتون ماشاءالله. السلام علیکم برادران عزیز. حاجی شما الله قبول گرداند. آمین. First wait and چه حال دارین اکا جانا؟ دادر جانا و برادرها مهربانا همه کسا خوب هستین. الله صفی شما برین نه قرار میکنیم قرار میکنیم در یکون کافه خوب قرار میکنیم انشالله. میشنیم چای میخوریم با میریم. سفر مشقتی داره کم کم. مثلا
Alhamdulillah, все хорошо, братья. Как вы? Как ваше здоровье? Как ваши семьи? Все хорошо. Пусть Аллах бережет каждого из вас, каждого из нас, где бы мы ни были бы. Алхамдулиллах, мы только что сделали намаз салатуль аср. Намаз аср делали. Ждем остальных худжадж, хаджи. Если не будет сложно, то подпишитесь. Иншаллах, в скором времени я как поеду возле Мекки, буду сделать также эфир, чтобы совместно посмотрели. Может быть, у кого-то появится желание. Мы станем причиной того, чтобы он приехал. Также мы за это и получим награду, иншаллах. Почти что уже мы 2 часа вместе ведем трансляцию. Альхамдулиллах. Столько лаббайк Аллахума читали, сделали какую-то дау при возможности. Альхамдулиллах. والله يا ابوي هاي قد مش خدا جان انشالله دعاگو هستیم دعا کردیم و میکنیم و انشالله که کردنیم و همچون شما هم دعا کنید انشالله پیش از افطار کردن دعا کنید که خداوند همه مسافرها و مهاجرها و غریبا را در حفظ امانش نگه بداره که ریدای سخت پیشنده سر می شده مثلا با بیچاره‌های غریبا مسافرها با سر می شود الله небани حرکت ما شما брат, ты в Москве? Нет, брат, нет, мы еще едем, в Мекку едем с братьями, которые собираются в хадж, вместе с ними, иншаллах, направляемся. В скорое время, иншаллах, будем там. Бизни Аллах, субхану тааля. Аллах нас бережет. Благодарю каждого из вас за лайки, за подписку, за все остальное. Ты в каком городе читаешь? Я в данный момент не читаю. Определенное время отдыхаю. Месяц Рамадан. Если будет здоровье, иншаллах, постараемся помочь братьям, чем нуждаются, чем можем. Иншаллах. А так, кто болеет, полагайтесь на Аллаха. Перед ифтаром поднимите руку, делайте дуа. Аллах даст исцеление, иншаллах. Чтобы не было бы. انشالله ده حق خواهران غریب برادران غریب انشالله دعاگو الحمدلله دعاگو هستیم دعای برادر در غیب دعا کردن دعای او را اجابت های انشاءالله باذن الله جو مکانی بگیم را برکت ده ماشاءالله باشه به حال انسانایی که در زندگی دارن فعالیت دارن کمش هم گرم هم نرم هم وقتا در نماز
هر جا و مکانی نماز بگوی بریم طهارت که نماز تا بخون انشاءالله که نور و ناله نور شد. تو چی داری در پاد آجی؟ کی گفتی دیاره پوش؟ دختگی نیستن؟ باید دختگی نباشم برای تپچکه بگیریم تپچکه بپوشین گوش نمیکنین خب باید نه آریم تر میشه الان اونجا داده که اونجا بی تپچکه بگی گم نشای با شوخش بگی گوی مقصد که دال گبا نکشونی ايوه نعم باقي واحد نفر يتوضا ويرجع حاجیای محترم دیر میکننده اگرم باید بریم هر کمش زورا کنیم چه حال دارین اکو توقع باشین که من بفرزن انشالله دوام میکنیم ای حاجی کجا رفته باشه ایسه برو ما باشه سبحان الله نسکو ای همه هستی؟ ها؟ چند نفر نیست؟ چند نفر نیست؟ کدوم مسئله برا بین؟ با توی شوخش ببانه رای تو گم شد رم ماشالله نه بفا جان لا چون کنم گپی قبیهشون هم گفتم هر گفتم آخی شوفر گوی های سال کنیم همه جمع شما نمید همه صفحه در خوره چطور صدا کنیم؟ همه جایی چند نفر هم هستن؟ یه آدم اینجا اشما زنک نیستن؟ مردک؟ ها تپچکاش گم کردی؟ اینجا تپچکا خیلی رفته بود اینجا گفتمش که کتی نپوش چرا دختگی نپوش با هم در چیز پوشیده بیا دجال بیا بشه جان زن عرب زنم پیداش کنم بیا بشه سبحان الله هم قمه يجون شنو
befoyda edi. Bacha, obucum, okutemiz şu. Hamma yine mi orada majda durun, hamma yine majda durun. خلاص يروح معهم عمي يلا امشي خلاص اگه نفر دیگه هم که زیاره موندن حاجه محترم انشالله که همه دستین یکون که از دبرد امو امروی برتون همه بینین هستن باشه نباشه ما برفتیم توکل به خدا توکل علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله صح خلاص نمشي بسم الله الا في كله صح تمام غيبات قبل شاب زيوتي بس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك باش ما گیره کرده ای لبیک اللهم بگین رفتن بگیرین پروا ندارین که در گیجا رفته سیم چیکو داریم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ختم گفتم گیرین کو بلند بلند والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قول لبيك اللهم قول أنا تعبت شوية قول له نسمع صوتك خلاص نسمع صوتك قول مرة واحد بس قول لي مرة واحد أجي يا برغوز 120 تكرار بگو وما خلص دار گرفت او نداره که بخورم حاجه محترم اکی کفتن میگیرن گفتن او به پروار خدای دعا چون کن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد لك والملك لبيك اللهم لبيك إن الحمد لك والملك لبيك اللهم لبيك إن الحمد لك والملك لبيك اللهم لبيك إن الحمد لك والملك
همه کسا میگیم لبیک اللهم لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بس هی انشالله که کم که استراحت کنین، کلمت خود داشته باشین، میتونین خورین 40 دقیقه یم دیگه تقریبا بر روزشکویی را. کسی که میفراتون استراحت کنین، دم بگیرین. کسی که میفراتون لبیک اللهم با نفس خودتون قد گفته رفتن بگیرین. کسی که میخواین قرآن بخونین، کسی که میتونین خورین، کسی که زورید میکشه که خوری تهارت کردن 6 تا بگون چه بگیره خود نبره با تهارتی نو نکنین. خلاصی گفت تهارتی نو کنین تقرب الی الله میشوه، انشاءالله که دلها پاکتر میشوند. در اینجا زمستان نیست که خنکتون بزنه و کسل شنی بیمار شن بخواست الله، انشاءالله که یگان درد نمیزنه. حرکت کنین انشاءالله، طاعت عبادت الله نوشم او رونی بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی میفرماید که الشاب نشأ في عبادة ربه أو الشاب نشأ في طاعة ربه. مقصد که جوان کامیاب است در طاعت عبادت الله. با هم خاطر حرکت کنین عبادت ها را خشوع و با خدا نمازا را بخونین. حرکت کنین تهجد زیادتر بخونین. حرکت کنین بسیار ذکر بگین. حرکت کنین بسیار قرآن بخونین. کسی که قرآن خوانده نمیتونین حرکت کنین، کوشش کنین یاد بگیرین. عیبه که قدر جوانا همه قرآن میخونن، شما در مسجد میستین چشمتون ملح نگاه میکنین که کی وقتی نماز شوه یا اینکه کی وقتی روزشکویی شوه. عیب نیست به اون جوان مسلمانی که قرآن خوانده نتونه، ذکر کرده نتونه. عیب نیست، البته که عیبه. ما مسلمان هستیم الحمدلله، باید فخر کنیم با مسلمان بدنمون، فخر کنیم که الحمدلله قرآن خوانده میتوانیم، ذکر عبادت الله کرده میتوانیم. الله نگهبانتان باشه. باز انشالله که قریبی افطار صحبت میکنیم، در یکانجا قرار میکنیم، افطار را با هم یک جمع میکنیم، نماز شام میخونیم، بعد حرکت میکنیم که خفتن در مکه بخونیم باذن الله در نزد کعبه، جماعت همه کسا یک جای انشاء الله بخواست الله. خب در امان الله باشیم. در سفر هستین، کسی که دعا کن هستین در حق فرزنداتون، در حق پدر مادراتون، در حق برادراتون، انشاء الله که دعا کنین دعاتون اجابت است. دعای مسافر اجابت است. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله. تعبت عمي شوية. كيف حالك انت؟ تمام. ايش اسمك الكريم؟ محمد. محمد، ما شاء الله. انت من القاهرة او اسكندرية؟ أسوان. أسوان. اسوان؟ في مدينة اسوان في مصر. بعيد من جنب السودان. بجنب السودان؟ ما شاء الله. يعني من مصر إذا تروح إلى السودان يعني قريب؟ قريب. ما شاء الله. كيف أحوالك؟ كل شيء تمام؟ تمام. ما شاء الله عليك. أنت أيضا تسوق؟ ما شاء الله. بسوق في الجاية ولا بسوق في الجاية؟ كده. ما شاء الله. أنا من امبارح. كم كيلومتر من مكة إلى المدينة؟ من المدينة؟ المدينة؟ أيوه. 480. 480؟ ما شاء الله. هاي مدينة أو مكة 480 كيلومتر. صدق أخرت شوية. باقي 330 كيلومتر صح؟ بعد 300 وحاجة. هشوف أضرب نفسي. أنا شفته 330. خلاص يبقى الحمد لله. سفر. فندق ايه؟ ها؟ فندق. فندق؟ لا أدري. المعلم يعرف معلم. يقول إن شاء الله إذا ننزل تحت. أنت المندوب صح؟ أخو؟ أيوه. أخوك أنت؟ لا مش أخويا، صديقي. أخويا إنما المؤمنون إخوة. هكذا أخويا. لا. أنت أيضا أخويا. أنت أيضا أخويا. 322 متر. ما شاء الله. شوية قريب. باقي شوية.
برضوان عزيز مون لبيك اللهم ربكم لبيك اللهم ربكم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا رهيب مكان ترى في المدينة. تعرف كم عندي مشتركين؟ تقريبا 500,000 تقريبا. أنا مشهور في روسيا. روسيا أيوة روسيا أنا طاجيكي أعيش في روسيا. لا عايش في روسيا أيوة جنسيتي روسي. جنسيتك أيوة جنسيتي روسي. كل شيء تمام في روسيا. إذا تحتاج أي شيء في روسيا حبيبي كلمني. أنا عامل في روسيا. أنا عامل بالرقية الشرعية. انا لو حبيت اجي روسيا عادي عادي. الناس كثير من مصر من السعودية من يمن كثير طلاب أو عامل زي كده يعني كثير ما في مشكلة. إذا تروح إلى مسكو في عاصمة أنا أقابلك. إذا تروح إن شاء الله. انت متجوز؟ معك اطفال؟ أيوة عندي 4 أطفال 3 زوجة. صعب والله. لا طيب الحمد لله. أتزوج الرابع إن شاء الله. ليش؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ماشي هي لو مش مريحاك ماشي. إذا تتزوج الله يسعدك والله. لما أنا كنت إيش اسمه لما أنا كنت متزوج بواحدة ما كان عندي فلوس. كنت أعمل كل يوم والليل كل يعني تقريبا كل شهر $500 أو $700 زي كده. لما تزوجت الزوجة الثانية الحمد لله يعني راح كل شيء تمام. كان كويس الحمد لله. الحين تاجر الحمد لله. أيضا أنت إذا تتزوج يكون عندك إن شاء الله كل شيء كويس. الحين واحدة كم أطفال؟ 2. تتزوج بزوجة ثانية؟ لا قل لي اسمع إذا تجرب وبعدين تقول لي لا. أول تجرب تتزوج بزوجة ثانية تشوف يكون عندك عمل جيد يكون عندك تجارة كويس كل شيء يكون مضبوط إن شاء الله. أهم شيء يعني يتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا نتوكل على الله خلاص كل شيء تمام. عربنا سهدرم. ما سمعت يعني قصة أن الشيخ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي يعني عندي ما في مال ما في فلوس ما في شيء. يقول يعني لازم أن تتزوج. تتزوج كان يعني عليه شوية خربان. مرة هو يعني تتزوج المرة الثالثة ما شاء الله. عندي 4 أطفال يعني أمره أن يتزوج مرة الثالثة تزوج وكان عنده يعني كل شيء كويس ما شاء الله. وأنت كمان يعني إذا تتزوج يكون كل شيء إن شاء الله تمام. لا تخاف الرزق من الله. كل بنت كان في بيت كان رزق معها. إذا جاء بيتك يأخذ معها رزقها ويأتي صح؟ إن شاء الله. رزق بتاع ربنا. أيوة وربنا بيرزق هو اللي بيدي هو اللي بياخذ. أيوة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. لازم أهم شيء
قلب العقيدة. إذا نتوكل على الله إن شاء الله كل شيء يروح مذهول. إذا نتوكل على شخص خلاص كل شيء يموت. چحال دارین برادران عزیز؟ خوب هستین؟ تنج هستین؟ همه خوبه؟ افیر کار که ایسته که هم کسی بنویسین؟ где-то возможно через 4 часа будем в Мекке. غریبا در الحمدلله دعا گوییم، دعا میکنیم، دعا کردیم. انشاءالله بعد از چند پس انشاءالله که میرسیم در مکه. از همه تا خواهش احترام برادرانه در حق ما دعا را فراموش نکنید. همچنین بله پدر و مادر را الحمدلله نصیب گردانه، کود و درار را و خواهران همه را خدا به جاها و مکانهای مقدس نصیب گردانه. الله هیچگاه به یگان مشکلی دوچار نشه. خوبیش چیه که در راه جا میره مسجده. كويس صح؟ في طريق في كل مكان في مسجد. ايه؟ يعني في مصر زي كده؟ يعني بطريق تروح في كل مكان يوجد مسجد؟ في مصر قراء كثير صح؟ مركز التحفيظات كل حاجة. الحمد لله على نعمه وفضله وإحسانه. مال برادران عزیز الله نگهبان حرکت ما و شما باشه. باز انشاءالله که مکه رسیدیم باذن الله فیلم میکنیم و دعا باشین، در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.